سلام و درود نثارتان باد بینندگان گرامی. با گذشت سالها یاد ایام جوانی به خصوص خاطرات خدمت در صف قوه‌های مسلح گوارا گشته و کس را به گذشته پر افتخار میبرد. همچنان همصحبتان نوبتی ما از همخدمتی با پیشوای محبوب ملت محترم امام علی رحمان سرفرازند و شادمان و به استودیوی فانوس منبر اندیشه روزنامه جمهوریت تشریف آوردند تا گلخن یاد 51 سال قبل را برافروزند. حالا که در عرفه تجلیل جشن 29مین سالگرد تأسیس قوه‌های مسلح قرار داریم، امید است صحبت ما برای نسل جوان و آینده‌ساز ملت نمونه عبرت باشد. به کار و پیکار تاجیک پسران در فلات حربی بحری نگریسته بهر ادای خدمت وطن کمری همت بندند. در مهمانی ما حضور دارند سعداللهف عبدالجبار، کریموف عبدالمنان، یوسوپوف شهاب‌الدین، اشبالتایف بردیار و سعدیف زینالدین که ما ایشان را به برنامه خوش آمدید میگوییم. حالا سخن را آغاز میکنیم از سفر هیئت 50 نفره که بهر ادای خدمت وطن از دوشنبه راه گرفتند جانب خبرسک. 28 اکتبر ما را دعوت کردند از ناحیه یوغان. آمدیم بعد اونجا کمی گذشتیم، بسیاری بودیم ما. اونجا کمی گذرانده بعد ما یک اتوبوس پازیک داشتنده با طرف دوشنبه زبان پونکت آوردن. اونجا بعد همه ناحیه ریسپوبلیکا اومدن. همین ما بین همینو 50 کسا انتخاب کردن با صف военный морской флот. همون اونجا درست کمی گذشتن پس 2 نوامبر ساعت 9 سمالوت ایل-18 وقت سمالوت تعریفی خودمون همین بود. ایل-18 بود. 50 کسا شنوندن. بعد طرف نوسیبیرسکی پرواز کردیم، در لالیناباد посадка کرد. برده نوسیبیرسکی ایرپورت تلمачово دا посадка کردن. زال اجدان رفتیم 50 کس اونجا شدیم. وقتی که ما اونجا بردن 2 نوامبر در وطن خودمون در تاجیکستان آفتاب بود، 28-30 گرادوس گرمی بود، مردم پخته میچیندن. ما یک خیلمون از جای کار دعوت کردگید تاکی کاستوم بروگم رفتگی بچه ها بود. اونجا رفتیم مینوساوی پاگودا خنو بعد ما شنوندن بود. دیگر سمالیات ما طرف خبرسکی پرواز کردیم. این وقتی پروازم در چیتا در ایرکوتسکی посадка کردن اینجا بردن. ما را همه خیلی وقتی رفتیم که ساعت 6 پاگویی بر وقت ایرپورت خبرسکی در فرو آمدیم. ما در ماشین اورالی که военный این یکم پالاتکا نداشت. این کوزی خالی در ما شنو. هندیگر در چسبیدگی اونجا مینوساوی پاگودا برف زدگی. بعد ما ای خبرسکی 18 گفتگی جا برده نکرد. учебный отряд. учебный отряд 1200 آدم زیاد. در اونجا военный училище بود از همون отряд. офицер مرفلوت تیار میکرد از این مریکی. خیلی ما اونجا بردن. اکنون یکم بار رفتگی ده ما اینجا فقط فتر شکراب و آش خورده کلان شدگی آدمو اونجا که نرمه کتی میکرد. از روی میار. میار کتی اونجا خورده یک خیلی پلاژن میشود که شکم منو قصیر نمیکنه. چون که ویو ما را که تیار کنه کو. همین خیلی پلاژن کتی خیلی بوفیت بود اونجا با کمتون دبافکه کده. خیلی خلاصه ما در اونجا تا 6 ماه پیش آدمو учебный отряд تربیه گرفتن. بعد یک قسمی ما در استرف زایچنکو خدمت فرستادن، یک قسمی ما را بلدوسوک روسکی استرف فرستادن، یک قسمی ما را بوخت سرلوک. خیلی خلاصه همین خیلی بعد همین 50 کسا با
тақсим карданд. حالا که یک پاره روزنامه بیوه از نمیاد اینجا دسترسی ما شده است، در اینجا میبینیم که رسم شما معلوم است و پیشوای ملت. هر دوی شما همچون الاچی فلوت حربی بحری اقیانوس آرام ماه فوریه سال 1974 در این روزنامه معرفی شده اید. میخواستم صحبت را از همین بابت آغاز کنید. اصلا ما جوانان تاجیک در فلوت حربی بحری اقیانوس خیلی جسورانه خدمت کردیم، سربلندانه خدمت کردیم. این سربلندی ما رو، این خدمتی والای ما رو حتی کمانداران همون اینی ورزشگاه فلوت، یعنی فلوت حربی بحری اوهانی رو قدردانی کردن. ما همین رسمی من با رسم جناب عالی جایزنشان یعنی با این رسم این گزیده خودی جناب گشتگی هستو میگه رسمش موندگی. همین رفتی ما رو در گزیده بویبه زنانه بای کردن، نشر کردن، شروع کردن و من این آدم در حیران موندم که چیه سرون تاجیک در گزیده وقتی شوروی چون میشن نشر میشن اعتبار دادن و ما این شوخونگی حقیقتا ما رو بسبب اون که ما همچون اهلاوشی فلوت بحری خنی آرام و اختصاصمندی درجه یکم اختصاصمند این جناب با دو اختصاص درجه یکم داشت، هم ماشینی تو هم میلیون. من یک اختصاصی رولویستیک نشی داشتم، من درجه یکم رفتم و همون سال با عنوانی اهلاوشی فلوت حربی بحری مشرف شدم. انا میرو در نظر گرفته خدمت این بچه‌ها تاجیک رو ما رو در گزیده اومدی بویبه زنانه 19 فروریه 2007 نشر کردن. اون مردم هم بچه‌های روس‌ها هم دامن دیدن همش هست حیرانشن که چه شما خدمتی خوب کردید و به این درجه رسیدید. من از این شما می‌ندارم که حاضر این چیزا ما با واسطه من مطبوعات با دیگران می‌فهمیم که همه از ما نمونه گرفته، از جناب عالی نمونه گرفته خدمت وطن رو سربلندانه اجرا کنند. همیشه من از همین فرزندان تاجیک، پسران تاجیک این رو که هستن خواهش میکنم که خدمت سربلندانه برای وطن دارند و خدمت رو کنند. ما میدونیم که شما با جناب عالی خاطرات زیاد دارید و اگر ما گلچین کرده پرسیم که از بین همون خاطره ها یک خاطره رو به ما نقل کنید، آن کدام خاطره خواهد بود؟ یک خاطره از یک دارم همین که سال 1973 وقتی که خدمت میکردیم ما رو چند نفر رو که اومد جنگی ویتنام با امریکا سر شده بود، ما رو همچون شخصی اختیاری ما عریضه نشتیم، همچون برای جنگ کردن به ویتنام رفتن عریضه نشتیم و ما رو عریضه ما رو گرفتن، باوری ما رو کردن، ما رو سال 1973 گرفتن و جنگی ویتنام بودن. ما وقتی که جمع کردن بودن ما رو در جزیره روس میگن، روس یوسف میگن، در رو جمع کردن 12 نفره. حاکی بعد که میرفتیم جنگ میرفتیم بعد یک هفته خبر اومد که جنگ تمام شده است. یعنی هر جای قدم جناب عالی رسید اونجا حتما اگر جنگ هم باشد صلح میشود. بله. اختصاصی میلیاردی ما تیار کردن، من خودم میلیارد در خدمت کردم مرزگاه военной нейтральной вооружений ده. این فقط ما مینا میموندیم و می نترالیت میکردیم. همین وقتی که ویتنام ده چی ده؟ ویتنام ده همونجا بعد ما اونا جدا کردن، بعد اینو سپراویزدنی کردیم، همون مینانو سپراویزدنی کردیم. خد رفتم این خدمتایی که کردیم این یک сказка برای شدمون افسانه شدمون دازه من چون که مونا همه اونجا بودگی بچه ها همه گفتم که سرشویزدگی ما را هر کدوم مونا اسپسیالیستی معین قطع خونم دادن شد متخصص شدیم. خب خیلی خدمت کردیم، خدمت گندم نکردیم، خدمت فقط اونجا یک تا مابین مراکز یک تا چی هست که این همدیگر بسیار عزت احترام میکنند، سبب در آن که اگر پریبوی شود اما کشتی همه کسر میرود تگیم. همین خاطر اونجا این پیش خدمت کردگی، این قفا خدمت کردگی گپو نبود در اونجا، فقط عزت احترام
زوزی اکا دودار بدیم مو خدمت کردیم من دیگر کرد. همه برابر. همه برابر. چون یک همین مونا میگفت که مثل ما همینجا مینور خدمت کردیم مونا میگفت که اشیبه اگر شما شود ما هممون یک جای می. برای هوا فقط احتیاطی کردی خدمت کردیم. خیلی دوره مدت خدمت یک حواس بود. حواس کردی یک سربلندی بود. حواس کردی که خدمت کردیم. خیلی مثل همین پیشوای ملت همین فروتای یک روتا دا یک جای خدمت کردیم یک روتا دا ای همون دوره این کس خاصیتی بلند داشتن همه بچه‌هایی که همونجا خدمت میکنن وای ما خدمت دا یک بچه‌های تاجیک نبود همین 16 ریسپوبلیکایی که حاضر جدا شدن دولت شدن کو تتارستان بود روسیه بود ای همه دولتایی که حاضر تشکیل شدگی همه هاویو بودن بچه‌ها من اینجا من صورتاشون هست بچه‌هایی که قطعاً خدمت کردم من روس بچه‌ها من از ازبکستان بودن هم خدمت قرقیزستان قزاقستان بودن من کرای گفته که بچه اگر اینجا صورتش هست عبدالله فسای ازبکستان همینو ما یک جای هممون خدمت ادا کردیم همین بچه‌ای که یگون مقصدی که یگون کسل میشید یا یگون کمبودی میکرد همین کس کتی مسئولیت میکردن مسئولیت کرد این کس دلسوزی کرده همین آدم دلش برداشته خیر خدا خواهد خدمت تمام کنیم یک جای با وطن برمیگردیم گفتگی دل برداری میکردن این کس همون وقت یک خصلت بلند داشت چون که خصلت بلندیش همین که در همون قوم‌های گفتم که روس، تاتار، ازبک، تاجیک اوکراینز بود دیگر همین نمودو ای دولت ها بودن همین مبین همینو دا همین کسی کمسور انتخاب کردن این کمسورگی هم این یک چی نبود این هر کدام موثر نمیشه چون که سوادشون هم با درجهش بود عقلشون هم با درجهش بود فقط همین آدم همین بچه‌ای که خودمون مثال همین ای تاجیکستان دگیاره همین پاسیلکا میره به این کس یگان تا پاسیلکا نمیکشد خب به این صورت اگر نظر کنیم شما بعد 40 سال به دیدار همدیگر میرسید رسیدیم که اون پیشم بودو که این صورت ده ما همدیگر کتی کربی 5-6 ساعت یک جای 6 تا صحبت کرده فقط دوره یک جای صورت گرفتیم اینجا فقط همین دوره که ما خیلی که جوان دا خدمت بودیم همین صحبت ها رو کردیم به همون دوره برگشتیم بچگیره همونجا به یاد آوردیم بعد صورت گرفتیم در همون خدمت همون 50 نفر بودیم همشون بچه‌های نرد بودن همشون لیکن در بین همین 50 نفر همین 2 نفر خیلی جای وای چیز نیست مثال تعریف یا که یگان چی در بین همین 50 نفر 2 نفر جوانی بود که ای همه ما بلند قد بودن ای همه ما زیادتر زیب و زینت داشتن در رویش هم در همش هم یکی جناب عالی بود بعد اگر در یادتون مونده باشه شادروان انا نه سلیموف گرگلو فیض‌آباد بود همین رسماش هم هرچی میگفتی که هرچی یک تا اومده شدن وقتی که یک جا میشیدن آدم پیرو سال گذشته با قد و قامت شبیه هم با قد و قامت در حسن و جمال در همه رفتارشون این آدم هم بعد در خدمت کارهای نظم بسیار کرد دولت خدمت کرد همه این بچه‌هایی که ما هم خدمت بودیم هیچ کدام این به خدمت خلق ماندگی نیست الهی هم مانند ما باشن که یادگاریشون نقض بینن و آخری کنن خد بعد 50 سال یادگاری ما دیدیم باور کنید حاضرم چشما خیره شدگی هستن که یک قسم در قدر را بین نمیشناسیم خیلی نادر چرا میگه که من میشناسم این یک خاطراتی هست این یک چیزی هست که در مردم جوانان اساسا مرد دو چیز میماند در یاد داشتش یکم خدمت حربی دیگه دوره استودنتی همین دو چیزی هست که این یگان و گم نمیشود این یگان کلمه گفتگی دیاد میماند یکم
برآمدگی جایی من یپونسکی مورم چی بحر یپونی هیچ وقت آرام نمیستاده و بحر یپون فقط همی شتورم میگه بی ناتینچی انا وای گذاشتیم مادر همی کسلی بحر کسلی بحر سر شد اونجا دا هیچ چی کسل نمیشویم فقط همه اوقاتم کرده نمیتون دیگه یک استکان چای گرم میخوریم وقتی که یکم بار بحر نمیبرد یکم بار بحر اومدن نه برای که مریک شای گفته اونجا ستاریکو ستاراسور شد و یک فلاکو خیلی چیه؟ فلاکون میگفتم فلاک نه پلافون های؟ پلافون های خیلی چیه؟ هوی میکردم او رو همون میورد همون بحر یک تمه دادید همون اوی بحر میخوردی بعد میگفت مریک میشه ولی جنایستگی هم برامون هستگی شور هست که او را خورده نمیشه و میخریم او را اگر نیم شب بخری پرتوی با ایسر میبره پر میخریم دیگه برای موم در همین چهزی خمون یک عجایبات تشکیل کرده ده بخشای توجیه یا انسان توجیه تشکیل کرده انسان توجیه برای ما روبوبی الکتریکی ساخته دادن ما هم نقش کشیم داده اون روبوب الکتریکی ساخته دادن اگه ما روبوبچی بدم این نمی شهرانی رو کردن این شهرانی بود همین بخشا رفتی توجیه میکردن لباسای لباس توجیه میپوشن همین اصلا عجایی تماشا بزرده عجایی بودم که تماشا بکرد این چی خیلی این چی خیلی من رفت بگم بودیم با شعر میخوندیم شعر توجیه کردیم همین لحظه رو فراموش میشه این همون اصلا همین درجه با ما درجه ما با اعتقاد و اعتبار بیدن آن چی خیلی بود ما باید همونجا خود نشکل بودیم ده این خاطر ها سالهای سال در یاد ما بود و ما این چنین از همین جناب عالی همخدمت خود بسیار افتخار میکنیم ما افتخار میکنیم برای که همخدمت ما این روز در باره ما سرور است باید که من بعض وقت باید همخدمت که چه ما جوانانی صداقتمند و جوانان دانشمند بودیم که به این درجه آمده رسیدیم حاضرم من همین خدمتی بزرگی کریم آدم خواهیم ما هر روی که باشیم خدمت این آدم رو میکنیم وظیفه داریم که خدمت این آدم رو کنیم دستگیر کنیم تا اینکه جمهوری ما سلامتی ما هر وقت مقدس باشد پایدار باشد که فرزندان ما آینده های ما همین چیز را در نسبت ما افتخار کنیم که ما هم که برای وطن خدمت کردیم آرزو داریم که آینده هم ملت ما خلق آرام شمول ما تمدن گذشته ما که اینقدر شاعران و اینقدر نویسندگان بزرگ دارن که از اولین سینوس حرکت بینید چقدر ما امروز فخر میکنیم این فخری ملت هست فخری که ما امروز از گشتگان خود میکنیم بگذار آینده های ما از این جناب عالی از همخدمتان و فخر کنن که برای وطن خدمت کنن و آینده وطن را دستگیری کنن بگذار تاجیکستان در شماره بهترین دولت‌های دنیا باشد که امروز ما تمامی همون چیزها را داریم شرایط‌ها داریم که تاجیکستان میتواند همه شرایط را برای مردم خارجی مهیا کند تشریف بیارن با اتانی ما بینن ملت تاجیک ملت کنه تمدن رو دستگیری کنن یاد کنن قدردانی کنن فخر میکنیم که ما جوان بدیم رفتیم یک جای من 50 کس در همه جا در خدمت کردیم در همه جا در اشتراک کردیم ای ما بین ما شکرانه روان میکنیم که ای ما بین ما جناب عالی پیشوای ملت معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ای ما بین ما برآمد همین دا ما فخر میکنیم که ای ما بین همین 10 میلیون ای ما بین همین 10 میلیون آدم من همین ما پرزیدنت جناب عالی پیشوای معظم ملت کردی یک جای خدمت کردیم ما همین فخر میکنیم خدا عمر دراز دهد و بود همین پرزیدنتی را دوام تیانو همه مردم تاجیکستان آسایشته آرام زندگی کنند ما میدانداری خود را همه طرفه اظهار میکنیم همه طرفه بیان میکنیم تا اون وقتی ما و شما هستیم البته دستگیری میکنیم این روزه خدمت وطن کار فعالیت جناب عالی را که همکاری ما این ما هیچگاه چونکه
فراموش کردن نمیتونیم که ما اینقدر فخری بپوییم که از این آدم داریم. من این روز 23 فوریه نزدیک کمونیست‌ها روز ارمنی سوویتی و ارمنی سوویتی ارتش ملی و رود حربی برای همین از نام همه شخصیان این جماعت از نام شخصا خودم این آدم را به مناسبت روز 23 فوریه تبریک و تهنیت میگیم. بهش از عمر دراز و تنصیحاتی آرامی و آسودگی بگذار در بالای سری نویرگان ما همین فعالیت کاری خودش را دوام کرده. آنانه امروزه ما را چخیره که در چند کارش از هم آبی تازه و آبی روسی آبی امروزه آبی ملی و مهمونرهای ملی همین کار را امروزه در باره فلک به فلک ما جهانی شد. ما حیرت مانده که چه خیلی این آدم امکانات پیدا کرد این کار جهانی کرد. برای همه این کارهایی که در حق ملت ما کرده است ما تشکر میگیم، رحمت میگیم و او رو برای این 23 فوریه از دل از نام همه این نشستگان تبریک و تهنیت میگیم. عمر دراز، تن صحت، خاطر جمع بگذار با ما تکیه کنه که ما او را از چیزی دستگیری میگیم در کدام حالتی که نباشد دستگیر میگیم. واقعا نقش این مکتب بزرگ در کمالات معنوی و جسمانی هر فرد برجسته است و چنان سرور دولت در یکی از سخنرانی‌هایشان ابراز می‌دارند. فراموش نکنید که من در فلات بحری حربی خدمت کردم. رسا 3 سال از سال 1971 تا سال 1974 در کشتی جنگی عرض و طول بحر سیاه و اقیانوس آرام را چین کردم. هر کسی به بحر کشاد برآمده باشد خوب می‌داند اگر لنگر به آب انداخته شود هیچ شمال کشتی را برده نمی‌تواند. من هم نزد خود چنین یک لنگری دارم که هیچگاه از آن کنده شده نمی‌توانم. آن مسئولیت نزد مردم تاجیکستان است که مرا پرزیدنت خود انتخاب کردند. و بار دیگر به یکایک شما سپاس به پایان که دعوت ما را پذیرفتید و به استودیوی فانوس منبر اندیشه روزنامه جمهوریت تشریف آوردید و صحیفه های خاطرات بسیار رنگین و جالب و شنیدنی گذشته را ورق زدید.